بلاگرایی که امروز در شبکه‌های اینترنتی صحیفه داریم، اگر امروز 10,000 پادپیسچیک داری، بدان که پیش الله سبحانه و تعالی برای 10,000 جواب میگی. اگر 50,000 داری، برای 50,000 جواب میگی. اگر 100,000 داری، برای 100,000 جواب میگی. اگر 500,000 داری، برای 500,000 جواب میگی. اگر 1,000,000 داری، برای 1,000,000 جواب میگی. تا چند آبونچی زیادتر میشوه، همون قدر مسئولیتی تو در پیش الله سبحانه و تعالی زیادتر میشوه. چی فایده از این همه آبونچی، از این همه تعریف و توصیف، از این همه لایک و کامنت؟ چی فایده از این که فردا روز قیامت نامت در دفتر دوزخی ها باشه؟ چی فایده از این؟ چی فایده که نامت در دفتر جنتی ها نباشه؟ چی فایده که در روی زمین هزارها تا تماشا کنن، نامت در سری زبانی 4 تا فاسق فاجر باشه، اما در آسمان هیچ ارزشی نداشته باشی؟ چی فایده از این؟ چی فایده؟ از این خاطر برادران و خواهران گرامی، این شبکه‌های اینترنتی قسم از نامه اعمال ما و شما هست. روز قیامت نزد الله سبحانه و تعالی قبر میخیزیم، وقتی نامه های اعمال ما را در دست میتن، یا به دست راست یا به دست چپ، این شبکه‌های اینترنتی اینها جزء قسم از نامه اعمال ما و شما هست. الله سبحانه و تعالی از ما میپرسه، میگه این 10,000، این 50,000، این 100,000، این 500,000، این 1,000,000 آدم در صحیفه تو آبونه شده بود. تو برای این مردم چی دادی؟ آیا این مردم است خیر دیدن یا اینکه شر دیدن یا بد دیدن؟ آیا سبب هدایت مردم شدی یا که سبب گمراهی مردم شدی؟ آیا روت سفید کردی یا روت سیاه کردی؟ ما و شما وقتی که از این دنیا میریم، مردم 1 ماه، 2 ماه، 3 ماه، نزدیکترین اشخاص 1 سال، 2 سال غمی ما و شما را میخورن. بعد از او رفته فراموش میشویم. طبیعت انسان همی است که فراموش میکنه، فراموش میشویم. ما میمانیم قبر ما و این صحیفه های اینترنتی ما. اگر خوب کردیم در همون قبر خوابیم، همونجا اجر ثواب رفته میرسه. اگر آیت قرآن است، تفسیر است، حدیث است، شرح حدیث است، فقه است، بیان حلال و حرام است، هنر آموزی است، هنر آموزی، زبان آموزی، مردم یگان منفعت دینی و دنیوی بخشیدیم. یک چیز در شبکه‌های اینترنتی انجام دادیم که مردم از او یک فایده دیدن، نه اینکه تمام اعضای بدن ما لیچ کردیم، رکلام کردیم، نه اینکه برنامه‌های فسق و فجور ساختیم. نه، اگر کاری خوب کردیم در قبر خوابیم، همون ثواب رفته میرسه، صدقه جاریه. اگر بد کردیم در همون قبر خوابیم، لیکن همون گناهش رفته میرسه. هستند بلاگری که 10 سال شد مردن، حالا هم مردم در شبکه‌های اینترنتی تماشاشون میکنن، همون بی‌حیایی اونها را، بی‌عفتی اونها را، شرمندگی اونها را. اونا در قبر خوابن، اما 10 سال، 15 سال، 20 سال، حتی بیشتر گناه رفته است. چی فایده کردی؟ چی فایده کردی؟ عمر دنیا 10 سال، 20 سال، 30، 40، 50، 60، 70، زیادتر یا کمتر، ولی در قبر 1000 ساله ها. امیالی در قبر نفرانی خوابن که 1000 ساله ها خوابن. و روز قیامت وقتی از قبر سر میبرداریم 50,000 سال است. تعرج الملائکه والروح الیه فی یوم کان مقداره 50,000 سنه. روز قیامت 50,000 سال. و وقتی اهل جنت میروند به جنت، اهل دوزخ میروند به دوزخ، دیگه جنت و دوزخ آخر نداره. خالدین، الله در قرآن میگه جاودانی است، ابدی است، دائمی است. ولی این که دوستان عزیز، ما اهل جنت هستیم یا اهل دوزخ هستیم، و این 50,000 سال در روز قیامت با ما چگونه چی میشوه؟ و این که در قبر ما 1000 ساله ها خوابیم، آیا قبر باغ از باغهای جنت است یا چقری از چقری دوزخه؟ انمی چند سال عمر این دنیا را تعیین میکنه. انمی 10 سال، انمی حالا خود 10 سال کودکی خورده، انمی 15 سال و 20 سال و 30 و 40 و 60 و 70 80 زیادتر یا کمتر، اگر همین را غنیمت دانستیم، دیگه قبرم راحت است و روز قیامت هم آسان است و انشاءالله که اهل جنت هستیم. همه ایرا اینمی عمر دنیا تعیین میکنه. از این خاطر ما و شما در مرحله امتحان هستیم. آگاه باشین که در مرحله امتحان هستیم.
ایرا باید قدر کنیم و هر روز شبی از ما و شما که میگذره عمر ما کمتر میشوه. فضیل ابن عیاض به یک نفر خطاب کرد و سوال کرد، گفت چند ساله هستی؟ گفت 60 ساله. گفت 60 سال شد به سوی الله، به سوی خالق خودت روانه هستی. اکثری راه شاید طی کرده باشی، شاید راهی کم مونده باشه. یعنی 60 سال شد در این راه تو رفته استی، شاید به آخری راه رسیده باشی. این چنین ما و شما از خود سوال کنیم چند ساله هستیم؟ من چند ساله هستم؟ چند سال شد که در این راه به طرف الله روانه هستم؟ رفته استم. شاید اکثری راه گذشته باشم، طی کرده باشم، شاید کم مانده باشه، بسیار کم. شاید فردا، شاید پس فردا، روزی دیگر. این چنین شما هم از خود سوال کنید چند ساله هستی؟ چند سال شد که در این راه روانه هستی؟ چند سال دیگر مانده است که تو به آخری راه رسی و ملک الموت پشت در تا بگیره و روح از تو طلب کنه، جان از تو طلب کنه؟ چند سال دیگر مانده است؟ چند ماه دیگر مانده است؟ چند هفته دیگر مانده است؟ چند روزی دیگر مانده است؟ چند ساعتی دیگر مانده است؟ چقدر مانده است؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم به عبدالله ابن عمر نصیحت کرد، گفت کن فی الدنیا کانک غریب و عابر السبیل. گفت تو در دنیا مثل یک غریب یا مثل یک راهگذر باش. یک شخصی غریب، مثلا من در آلمان زندگی میکنم، 8 سال میشوه 9 سال میشوه، اما قلبی خدمت، دلی خدمت در تاجیکستان ماندم آمدم. با همه این زیباگیش، با همه این امکاناتی که در آلمان دارم، همو قشلاقی خدمت، قشلاقکای خدمت وحدت یا اینکه قزاقانه به همه آلمانی وزن نمیکنم. زیرا ما در کجایی که به دنیا آمدیم، آبی همونجا را نوشیدیم، اولین در همونجا راهرو شدیم، تای پوپا شدیم، راهرو شدیم، زیر سایه دیوارش نشستیم، از میوه او خوردیم، از آبش نوشیدیم، همونجا رفیق و دوست پیدا کردیم. او برای ما وطن او را دوست می‌داری. هر کجایی که برم ولی قلب دامو وطن خودت میمونه. شخصی غریب دائم غریب است، احساس غربت میکنه. یا اینکه راهرو، مثل یک راهرو باش. ما و شما هم دوستان عزیز باید در این دنیا همین خیلی احساس کنیم که ما غریب هستیم، یک راهگذر هستیم، یک راهگذر، مثل یک شخصی که زیر سایه درخت یک کمی استراحت میکنه با دوام میته راهش. مثل همین است این دنیا، زود میگذره، مثل یک راهرو. و ما و شما در این دنیا غریب هستیم. وطن اصلی ما و شما جنت است که پدر ما و شما حضرت آدم علیه السلام و مادر ما و شما حوا از اون جنت بیرون شدن هر دش. و ما و شما باید کوشش کنیم باز به همون وطن اصلی خود، وطن پدری خود جنت برگردیم دوستان عزیز. بله، کوشش کنیم باید به همونجا برگردیم. دنیا اندک است میگذره، هیچ چیز نمیمونه. بله.